رحمانوف و اطرافیان رحمانوف علم میکند که درباره آنها ما حرف میزنیم. آنها باید دانند که سیاستمدار و هر یک شخصی که در کارهای جمعیتی فعالیت میکند زندگی وی باید زیر پوربین مردم باشد، زیر میکروسکوپ باشد. مردم از کلته بدن وی تا منزلش، تا زندگی شخصیش، تا تمام چیزش باید برای مردم کشاده باشد. باید سیاستمدار یگان چیزی پنهانی از مردم خودش داشته باشد. اما اینها میخواهند که جنایت کنند، اما اینها میخواهند که مردم را تحقیر کنند، اما اینها میخواهند که کشور را خراب کنند ولی کسی لب نکشاید و کسی به اینها نگوید که این کار شما خطا است. امروز رحمانوف به هر راه میخواهد که پیشنهاد حقیقت را بیارد. امروز رحمانوف به هر راه میخواهد که شما را یک غلام نگاه دارد. امروز رحمانوف میخواهد که باز در سر قدرت بماند و با شما لبیک بزنید. رحمانوف این کشور را یک کشور کیسگی کرد. رحمانوف این کشور را یک تشکیلات خصوصی کرد. رحمانوف این کشور را بدبخت کرد.